یه سری ایمان ها فیکه، فکر میکنم ایمان دارم، توهم ایمان دارم، ولی عمیقا در دلم ننشسته و سر بزنگاه معلوم میشه که اونقدرام که فکر میکردم مؤمن نیستم. یه چیزی داریم به نام حقیقت ایمان. امام علیه السلام فرمود که اگر حقیقت و ایمان رو میخوای، وقتی داری بحث میکنی بحث بالا گرفت، وقتی حق با توی بحث رو ول کن. کی؟ وقتی حق با توی بحث رو ول کن. یعنی از این به بعد دیگه میتونم لهش کنم، از این به بعد دیگه 2 استدلال دارم با خاک یکسانش کنم. حضرت فرمود اگر تونستی اون جایی که حق با توی بحث رو ول کنی، تو به حقیقت ایمان میرسی، چون خدا حقیقت ایمان رو همون جایی قرار داده که تو بحث رو در عین این که حق با توی ول کنی. همین.